این پول رو مردم محله حیات نوی پایتخت پول لرزانک میگویند و این همون پول هست که پروینه عبدالله و خود و 3 فرزند نابالغش را از رشک به شوهرش از اینجا سر و زیر کرده است که در نتیجه خود پروینه را زنده دریافت میکنند و 3 فرزند دیگرش به مرگ روبرو میشود. وقتی که ما دیدم رازبار داشتن سکه در دستم مردم جمع شده بودن آوازش در آسمان بود و وقتی که ما را گفتن که راه اوسون با ما ایستونتر رفتیم او زنش اقارت کرد او زوری کرد سینی زنش فهمیدی اکا جون انا که هیچی سبب که فکر میکنه که او زن داره فهمیدی اکا جون جو فهمیدی که این زنه که چه داو پرده همه آدم است همه آدم است برای چی که من دیده بودم با همه روز آمدن در دستش نروشنی زدگی من هوا دیدم شناختم که اوجه رنگ و پول رنگ و روش چی شدگی کاو شدگی اون ساعتای 9 ما کنار شدگی افتار داشتیم نیشا بودم یکی گذاشتنش رو دیدیم دو یک گودک دیدیم گذاشتنش آخه پریمیر نکردن یک گودک واری تو خیلی تو ایخی دایدیم ای پیش برامدن پیدا نکرد برامدیم گودکا نیفتیم و چش یفتیم یک زنک کلان دختری که یک 25 ساله باشه که خیلی آوردیم دختره خیلی پیچوندیم ادیل قدی چوی گرد بودیم وای دادیم که هم کدین گام نزد آدرسش نه تلفن گام زد نه آدرس گام زد بعد دکتر فایروت کردیم سکوری اومد و کول کرد و چی کرد گفتم بردنش بعد همه افطار کردن ساعتی همه 9-10 بوده تقریبا همجا شتگی بودم جورام اومد یک کمپوت خوردم و باید گفت پرا مگذارم با همجا میریم کاروچ خفتان کاروبه میریم گفت بعد یا پرسان یعنی کچه داوید اومد گفته که اکام خالیشی ده چور ادام غلطی ده زنه کتی گوداکاش کاروچی بیا بین همجا فناری که تلفن دابلوی ماست گیران کردم که جلی گذشته سیام پایان همدو گوداکاک دابلوی او با فایروت کردم جورام بعد خیلی هم مکسا بچه داویدیم رفتیم ای موسی مایده خپیدیم گرفتیم شونا سرازا بانیسا دام کورس بودیم اوجه گرفتاری در چه خیلی وقت شما گرفتیم خیلی اوجه گرفته بودیم سازنی نبود یادش چیکادم خیلی پارت افتاکو نکیم سر اونو چخیلی اون وقتی بانیسا ما برسیدیم نک تناش گرم بود خیلی گرم بود نه خیلی نصیب بود هوا گرم بود خوب بود آب پر بود آب زیاد بود به حد زیاد همین سبب آب بردکش ما جارو زوبازی میکنیم خیلی آب بسیار بانش پر چقره ها کودکا بسیار مردن یک روز دیگر هم مرد یک کودک صنف یک بود همینجا در مردک یافتن وشم